در این برنامه با توجه به تحولات کشور سوریه به این موضوع میپردازیم و با میهمان برنامه در مورد کشور سوریه صحبت خواهیم کرد، در مورد نشست ژنو که در روزهای گذشته برگزار شد، موضع‌گیری‌های مختلف کشورها و همچنین موضع‌گیری متفاوت کشور روسیه و مسائل مختلف پیرامون این کشور موضوع گفتگوی ما با میهمان برنامه خواهد بود. بخش معرفی میهمان رو ببینید، برمیگردیم تا گفتگو را آغاز کنیم. میهمان این هفته برنامه نگاه دو، مهمون گرانقدر و گرانسنگ برنامه امروز ابر استراتژیست خستگی ناپذیر نظام، دارنده گواهینامه پایه یک استراتژیکی برای عبور از گردنه‌های پیچ و واپیچ تو شب طوفانی و تاریک، با بار میلگر دنده عقب. فهمیدی یا نه؟ اونم چرا خاموش؟ گفتم که مهمون برنامه امروز کسیه که روز ضربه کورنری که خودش میزنه میره با ضربه سر توپو همچین با تور آشنا میکنه که انگار 40 ساله در همسایر همدیگه رو میشناسن. کسی که 150 کیلو دو ضرب میزنه بدون دوپینگ، هر کی میخواد بیاد آزمایش بکنه. بله، البته شرمنده اخلاق همگی هستیم. تشویق دوستا ما رو به اینجا رسون، ما که کسی نبودیم. مهمون برنامه امروز یک ایراد مشخصی داره که مرحوم عبوی هم همیشه بهش گوشزد میکرد. اونم اینه که اهل تعریف از خود نیست. تعریف از خود تو مرامش نمیگنجه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که فرق تو با دمپایی اینه که دمپایی لنگه داره، تو یکی لنگه نداری. مرحوم عبوی بعضی وقتهای دیگه میفرمودن که فرق تو با گل اینه که گل 2 تا حرف داره ولی تو یکی اصلا حرف نداری. خودتونم شاهد بودین که من به دلیل همین که تعریف از خود تو مرامم نمی گنجه قطره گفتم از دریا. به هر حال الان دنده رو چاق میکنیم، میریم سراغ سوالات. دنده رو چاق کن بیرم، چون که اوضاع سر 4 استراتژیکی خوب نیست. ممکنه از پشت بهمون بزنن، ترافیک سنگینه. مهمترین راه برون رفت سوریه از بحران داخلی چیست؟ گزینه 1 تسریع و تکمیل اصلاحات سیاسی، گزینه 2 عدم مداخله کشورهای غربی و عربی، گزینه 3 خلع سلاح گروهک‌های تروریستی و گزینه شماره 4 دیگه لازم نیست بگی. گزینه 4 همش با هم، یعنی هیچ کشور غربی و عربی دخالت نکنه. دخالت فقط مال نظام مقدس جمهوری اسلامیه. اگه قرار شد کسی دیگه هم وارد بشه، خودمون از روسیه و چین کمک میگیریم. همه باید خلع سلاح بشن به جز نظام مقدس جمهوری اسلامی. فقط عدد گزینه مورد نظر. بشین بابا سر جات، هرچی با چی نمیگیم این روش بیشتر میشه. تو اگه شعورت میرسید که حرفا رو بزنی، من فقط شماره بدم که اوضاع خیلی خوب بود. مشکل اینه که تو میزنی به در و دیوار. تو بهتره که زیپ درتو بکشی، لام تا کام حرف نزنی تا ملت بهت شک کنن که نکنه خیلی ابله باشی. این خیلی بهتره تا اینکه دهن باز کنی و حرف بزنی همه شک و تردید رو از بین ببری، بفهمن که واقعا خیلی ابلهی. شما بگید که در سوریه چه خبر هستش و غربی ها به دنبال چی هستند در این کشور؟ آره الان درست شد، خبر خاصی نیست. غربی هم ناامید شدن دیگه، دنبال چیزی نیستن. یه چند نفری انگشت شمارم ناراضی هستن اونجا، یعنی خوشی زده بدجور زیر دلشون. الان دارن براشون پاسپورت صادر میکنن که اگه دوست ندارن برن خارج، برن جمهوری اسلامی که همچین میزون شن و برگردن. مردم کشورهای اروپایی هم که به این میزان دموکراسی حسودیشون میشه همین کارایی رو میکنن که ببینی. اما شما بگید که طیفی که الان مخالف هستن در سوریه، حالا کارهای تروریستی هم میکنن، اصلا بگید اینها کیا هستن؟ مخالفین کیا هستن؟ یکی علی جاسم محموده، یکی داداشش مرتضی حسن قالیه، یکی هم پسر خالشه. آخه مشنگ سوال قطعی بود، شاید مجری قطعی بود که تو یکی رو پیدا کردن آوردن اینجا. آقا اون پروژکتورها رو خاموش بکنین که جواب ابله‌ها خاموشی است. ولی اگه بخوان جواب حق تو بدن، باید دیگه هیچ چراغی تو دنیا روشن نشه. من فکر کنم تو پول خوردی چیزی بودی، یعنی رفتن یه مجری استخدام کنن، تو هم همینجوری سر دادن گفتن ببرین پیشتون باشه. فعلا مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که طرف رفت بنز بخره، شب که برگشت دیدن 2 تا ژیان هم همراه خودش خریده آورده. گفتن اینا چیه؟ گفت هیچی، بنگاه پول خورد نداشت اینا رو داد.
آی تهیه کننده، مرا هر جور خواهی دست به سر کن، جفایت را از این هم بیشتر کن، بزن با این مشنگ آتش بجونم، ولی آتش نشانی هم خبر کن. با تو یکی نبودم، تو برو سر سوالاتت. این رو قبول دارید که آمریکا و ناتو به دنبال پیاده کردن مدل لیبی هستش در سوریه؟ آمریکا و ناتو رو نمیدونم، ولی متاسفانه مردم سوریه دنبال پیاده کردن فک بشار با مقام عظما با هم هستن. من عذرخواهی میکنم، صحبت شما رو قطع میکنم. لازم نکرده، از تو گنده تراش نتونستن قطع کنن حرف منو. تو اگه دوزانه بشینی و گوش کنی و هر جلسه یک کلمه حالیت بشه، من کلامو میندازم آسمون هفتم. حیف منه که بیام بشم مهمون تو مشنگ. خیلی بوده تا این چیزا رو بفهمی. اصلا برنامه رو تمومش کن. نمیخواد تو تمومش کنی، خودم تمومش میکنم. برنامه تمومه تا این موجود درستابی دیر بیارم به جای.